این پیرمرد از این پسر میخواد که دخترشو به جشن فارغ التحصیلی ببره. اون پسر هم از دختر پیرمرد خوشش اومده بود و با جون و دل پذیرفت. پس فردا صبح به خونه اون پیرمرد میره تا دخترشو به مهمونی ببره. ولی وقتی دختر از خونه بیرون اومد فهمید که اون معلول و نمیتونه راه بره. به هر حال اونا به پارتی میرن. توی سالن اونجا همه داشتن میرقصیدن. پس اون دخترم هوسش کرد و با همون وضعیت و ویلچر اون وسط دلبری میکرد. بعد از این دم و دستگاه اونا به یه پارکی رفتن. دخترم شیطونیش گل کرد و به پسر پیشنهاد یه دست شطرنج داد. پس خودشو از درخت آویزون کرد و گفت حاج آقا بسم الله، مهرت و حرکت بده. اون پسرم از خدا خواسته جلو رفت و یه شطرنج بی‌نظیر رو با هم سپری کردن. صبح که شد پسر متوجه شد چه گندی بالا آورده و سری دختره رو به خونه‌شون میبره. اما وقتی اونا رسیدن دختره از روی ویلچرش بلند میشه و به سمت خونه‌شون راه میره. اون پسرم فهمید که تمام این مدت ایستگاهشو گرفته بودن چون